سلام عرض میکنم خدمت همراهان کانال پمپ بنزین. من حسین عیسایی هستم با سابقه 15 سال کار در جایگاه سوخت و جایگاه داری. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون و خیلی خوشحالم که با من همراه هستید. امروز 22 آذر ماه 1404 تغییر نرخ بنزین اعلام شد و از بامداد 22 آذر ماه سهمیه ها و نرخ 5000 تومانی هم به فروش جایگاه سوخت اضافه شد و داخل سیستم های سامان هوشمند نرخ جدید 5000 تومانی هم اعلام شد. هدف از اجرای این طرح بنابر گفته‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این بوده که بتونن توازن ایجاد کنن بین تولید و مصرف. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصمیم گرفتن که قوانین ترتیب بدن و کاری انجام بدن که فروش بیاد پایین‌تر و مصرف سوخت بیاد پایین‌تر. طبق قوانینی که امروز اعلام شد قرار شد که از این پس یعنی 22 آذر ماه 1404 فروش بنزین به 3 تا نرخ تغییر پیدا کنه. نرخ 1500 3000 تومانی و همچنین 5000 تومانی. شرکت ملی پخش گفته که ما تمام خودروهای وارداتی و تمام خودروهای دولتی رو به جز آمبولانس ها سهمیه های 1500 و 3000 تومانیشون رو قطع میکنیم و به جاش داخل کارت هاشون سهمیه 5000 تومانی شارژ میکنیم به مقدار 160 لیتر. یعنی از امروز تمام خودروهای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی و خودروهای دولتی 160 لیتر شارژ میشن به نرخ 5000 تومان. و اینجور که گفتن خودروهای شخصی مثل به روال قدیم 60 لیتر 1500 دارن، 100 لیتر آزاد 3000 تومانی دارن و سوختگیری با کارت جایگاه با کارت آزاد جایگاه لیتری 5000 تومان خواهد بود. و فعلا این تغییری بوده که ایجاد شده. خدمتتون عرض شود که سقف ذخیره بنزین 1500 6 ماه است، یعنی 360 لیتر. شما میتونید 360 لیتر بنزین 1500 رو ذخیره کنید. و توجه داشته باشید اگر بنزین 1500 رو در هر ماه استفاده نکنید بنزین 3000 تومانیتون میسوزه. یعنی اینکه شما اگه 360 لیتر 1500 رو شارژ کردین یعنی 6 ماه ذخیره کردین، اون 6 ماه 3000 تومانی هم کارتتون نمیمونه. و دیگه تصمیمات دیگه که گرفته شده این بوده که برای تاکسی های اینترنتی 200 لیتر بنزین سهمیه در نظر گرفته شده و تاکسی های اینترنتی هم که CNG هستن 95 لیتر سهمیه در نظر گرفته شده. فعلا در مورد ماشین هایی که تازه میخوان پلاک بشن ترتیب اتخاذ ندادن، ولی گفتن که خانواده ها و شخصی که 2 تا ماشین داره باید یک ماشین رو تا یک ماه آینده معرفی کنه. یعنی از این 2 تا ماشین یک ماشین کارت سوختش شارژ میشه و ماشین دیگر کارتش رو میسوزونن و بدون کارت سوخت میشه. اینجوری گفتن که تا یک ماه دیگه فرصته اینه که بعد داخل سامانه یک ماشین معرفی بکنن اشخاص که 2 تا ماشین دارن که کارتشون شارژ بشه فقط همون یک ماشین. و اگه این کارو نکنن و بعد از این تا یک ماه ثبت نام انجام نشه خود شرکت ملی فرآورده‌های نفتی به صورت اتومات یکی از کارت‌ها رو میسوزونه و اون کارت دیگه فعال خواهد بود. فعلا اخبار جدیدی در دسترس نیست تا ببینیم در روزهای آینده چی پیش میاد، ولی خدا رو شکر امسال خیلی بهتر بود نسبت به سالهای پیش که
تغییر نرخ انجام شد و فرهنگسازی خیلی خوبی انجام شد. جوری نبود که مثل سالیان گذشته شبی که میخواد بنزین گرون بشه صفای طولانی داشته باشیم، درگیری مشکلات داشته باشیم و اعتراضات خیلی شدید داشته باشیم. نه، اینجوری نبود. امسال خدا رو شکر همه چی عادی بود، همه چی طبق روال برنامه بود. دیگه مردم خدا رو شکر آگاه شدن، میدونن که دیگه با این 60 لیتر بنزین 1000 تومانی بخوام بزنن، 1500 بخوام بزنن، به جایی نمیرسه. و همه میدونیم که الان قیمت آب از بنزین گرونتره و واقعا اگر بنزین گرون هم بشه به حق خواهد بود، ولی انشالله که روی قیمت بقیه کالاها تأثیری نذاره و واقعا تو این دوره زمانی سخت وضعیت معیشتی مردم به مشکل نخوره. امیدوارم که بتونن بقیه دستگاه ناظر باشن و کنترل کنن قیمت کالاها رو تا انشالله به مشکل نخوریم. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم از اینکه با من بودین. کانال من رو دنبال کنین، تمام اخبار و موضوعات جایگاه سوخت رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. خدا نگهدار.